همگان میدونند که امروز در تاجیکستان ما چی میگذرد. زندانی شدن بیش از 67 نفر از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آخر، زندانی شدن صاحبکار زید سعیدوف پیش از این، زندانی شدن ادوکات بزرگمهر یاروف، زندانی شدن ادوکات محکموف، زندانی شدن صاحبکاران دیگر، گرفتن بازار اینعام، گرفتن بازارهای دیگر، تمام اینها ظلم هست که از جانب حکومت و یک گروهی مخصوصی که در حکومت وجود دارد بر بالای مردم ما تحمیل شده است. هموطنان عزیز، ما مگر حقوقی در تاجیکستان آزاد زندگی کردن رو نداریم؟ چرا ملت ما را باید یک گروهی خرد اداره کند و تمام امکاناتش را او استفاده برد؟ ما بجز امکانات برابر برای ملت چیزی دیگر نمیخواهیم. ما آرامش، عدالت و دموکراسی میخواهیم. آیا این خواسته زیاده هست؟